خوبی دهه 60 اینه که خیلی سادن. عکس خواننده معروف اون زمان رو نشون میدادن به سلمونی، میگفتن این مدلی میخوایم، میگفت باشه بشین. یه ماشین مینداخت زیر، ته میزد، تش یه نگاه به عکسه میکردن، یه نگاه به خودشون، میگفتن دست شما درد نکنه، با رقص پا از سلمونی میرفتن بیرون. از ویژگی های مهم بچه های دهه 60 اینه که ناامید نمیشن. هر چی سر بده اونیشون باز نمیرن، وای میسن تا نوبت میشه. کسی که 2.5 ساعت صف وای میستاده تا 5 تا دونه نون بگیره رو اصلا نمیشه ناامید کنی. همزمان تو 6 تا صف حضور داشتن. تو نونوایی میگفت من پشت سر شما، میرفت تو صف روغن. اونجا میگفت من جلوی شما، میرفت تو یه صف دیگه. یه مشکل دیگه شون اینه که با همه چیز سعی میکنن بهشون خوش بگذره، به جزئیات گیر نمیدن. بچه های الان به شعر سعدی ایراد میگیرن. برای دهه 60 ها شعر میخوندن حسن 1 حسن 2، همینجوری بی خودی تا حسن 10 میرفت. اینا هم کیف میکردن برای خودشون. بعد یهو میشد حسن دنده به دنده، بعد ناگهان یهو اصلا بی خودی حسن بشقاب پرنده. یادتونه